چرا کابوس می‌بینیم؟ علتش ممکنه شما رو شوکه کنه. کابوس‌ها فقط یک خواب ترسناک نیستن. اونا میتونن بدخوابی، اضطراب و حتی سلامتیتون رو مختل کنن. ولی چه چیزهایی باعثش میشه؟ در کنار مشکلات جسمانی مثل مشکلات تنفسی، خوردن غذای زیاد قبل از خواب، استرس و غیره، عوامل دیگه‌ای هم دخیل هستند. 1. درگیری ذهنی طولانی با یک موضوع. اگه زیاد به یه چیز فکر کنید، ممکنه تو خواب هم دنبالتون بیاد. 2. اتفاقات بزرگ زندگی مثل مرگ عزیزان یا تغییرات مهم که روی ذهن اثر میذارن. 3. تسخیر شدن توسط عاملی نامقدس. بعضی‌ها معتقدن که نیروهای ناشناخته هم ممکنه در کابوس‌ها تأثیر داشته باشن. 4. وقتی کسی که مدت طولانی بهتون خیره شده. شاید اتفاقی باشه، اما اگه حس کردین یک نفر مدت هاست بدون دلیل شما رو نگاه میکنه، شاید بهتر باشه بیشتر دقت کنین. همراهان ما در پیج فوق محرمانه، شما چی فکر میکنید؟ کابوس‌ها فقط یک بازی ذهنیه یا چیزی فراتر از اون؟